بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه یاران و برادران به اخلاص و محبت را به مناسبت تولد جناب سرور کائنات و مفخر موجودات سید الانبیاء و المرسلین و حبیب رب العالمین سیدنا و مولانا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تبریک و تهنیت میگویم. خداوند متعال به برکت میلاد رسولش صلی الله علیه و سلم به هر یکی ما از این هم زیادتر اخلاص و اعتقاد و محبت و پیروی به سنتشان را نصیب و روزی گرداند. مولود چیست؟ کسانی که مورد توجه آنها به سوی معنویات است، نه به سوی تنها لفظ کلمه مولود. نظرشان به سوی اصل مقاصد است. این زمره انسان ها می دانند که مولود، جشن مولود، محفل مولود عبارت اولا از ذکر و یاد پروردگار، قرائت و تلاوت قرآن، درود و صلوات با آن حضرت علیه السلام، نقل و روایت قصه های شریفه که در شب و روز مولود آن حضرت به وجود آمد، ذکر و یاد ارهاصات آن حضرت، معجزات آن حضرت، یادآوری کردن از اوائل نبوت و نزول وحی آن حضرت، از دعوت آن حضرت، از سیرت و صورت آن حضرت، از اخلاق عظیمه آن حضرت. عموما سراپا آنچه که در مجلس و محفل های مولودی گفتگو کرده می شد، همین چیزها است. این کارها بهترین عملها و مهمترین عمل هاست. کسی این چیزها رو می داند و می فهمد، هرگز به بدعت گفتن این معنویات و این عملهای خیر و بهترین جرأت نمی کند. خداوند متعال در یکی از آیه های کریمه گفته است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ذکرهم بایام الله، و پند ده آنها را به روزهای الله تعالی. مفسران میگویند مراد از این روزها هم روزهای ناز و نعمت و فراوانی و عطاهای پروردگار و هم روزهای عذاب و عقاب خداوند. در تاریخ بشریت بالای سر انسانیت بسیار روزهای بزرگ آمده است. بزرگی هم از جهت نیکی و هم از جهت بدی. همون روزهای تاریخی را خدای تعالی میگوید به مردم به یادشان بیاور، ذکر کن به آنها که فراموش نکنند. کسانی که عبادت و اطاعت و بندگی پروردگار را کردند به چه فیض و برکت ها سرفراز گشتند، و کسانی که سرکشی و عناد و کبر از قبول حق کردند چه بلای و مصیبت ها به سرشان آمد. همین را مردم فراموش نکنند. یعنی یاد کردن از روزهای گذشته این یکی از امرهای پروردگار است. نظر کنید اگر در زمان گذشته کدام روز بزرگتر از آن روزی که وجود پرنور حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به دنیا آمدند. یکی از روزهای تاریخی که اهل کتاب آن را یادآوری می کردند، حتی به شکرانه آن بعض عبادت ها می کردند، روز نجات حضرت موسی از فرعون و فرعونیان بود. روز 10 محرم بنی اسرائیل از
شر فرعون خلاص یافتند. به معجزه حضرت موسی علیه السلام رود نیل را خدای تعالی دو طرف گشاد کرد و دیگر صحت و سلامت گذشتند. یک روزی بزرگ است. اهل کتاب انا همون روز را گوییم که جشن میگرفتند. مقصد با روزه داشتن. همون روز روزه می داشتند که همچون شکرانه پروردگار که گذشتگان ما پیغمبر ما در اون روز نجات یافته بودند گفته روزه داری میکردند. وقتی این را به پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم گفتند که نه همچنین است، آن حضرت علیه السلام گفتند ما به موسی نزدیکتر و اولاتر هستیم از آنها دیدم. ما باید شکرانه اون روز را کرده روزه بگیریم. گفته هم خودشان روزه داشتن هم امتشان را به روزه داشتن توصیه کردند. روز نجات حضرت موسی موجب یک عمل خیر کردن باشد اگر روزی به وجود آمده بزرگترین پیغمبران علیهم السلام نجات بخش بشریت غمخوار امت وی روز چگونه بدعت می شده و بدعتی مذمومه گشته انا یک احتفال کردن نقل از سرگذشت آن حضرت کردن بدعتی مذمومه می شده است. الله تعالی گفته است استعیذ بالله قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. یعنی بگو به فضل خدا و رحمتش باید که فرحمند و خرسند شوند. بنده ها به فضل و رحمت پروردگار خرسند شوند. انا این بهتر است از آنچه که جمع میکنند. اکنون بگویید که کدام رحمت بزرگتر از وجود پاک حضرت رسول الله علیه السلام هست؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فضل و رحمتی محض پروردگار هستند برای عالمیان. به نص قرآنی که گفته است استعیذ بالله و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما تو را نفرستادیم مگر رحمت برای عالمیان. آن حضرت علیه السلام رحمتی محض هستند برای جمیع عالمیان، نه تنها برای انسان ها، برای تمام مخلوقات رحمت هستند. پس آیا به شکرانه این رحمت عامی پروردگار، به شکرانه این فضل به نهایت پروردگار سرجم گشته یادآوری کردن آیا شرک است و بدعت است و گناه است؟ تعجبی. حتی خودی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم انا این روزه فضیلتش خودشان بیان کردند. گفتند کسی پرسید که روزه داشتن روز دوشنبه چگونه است؟ گفتند ذاک یوم ولدت فیه. آن روز دوشنبه روزی که من در آن روز تولد شدم. روزی تولدشان خودشان ذکر کردند. هم تو خالی ذکر نکردند، در مورد عمل کردن یکی از عملهای بزرگ ذکر کردند. یعنی روزه داشتن که یک عبادتی بزرگ است، همین را در این روز کردن چی کردند؟ فضیلت، همچون فضیلت روزشان بیان کردند که این روز دوشنبه روزی مولود من است. یعنی که روزه داشتن خوب است. روزه که خوب باشد نماز هم خوب است، انا خیر و احسان هم خوب است. دیگر کدام عملی ثواب که در این روز مخصوص کرده می شود همش خوب است. به نص خودی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. بیهوده آن حضرت علیه السلام نگفته بودند که یقرؤون القرآن ولا یجاوز تراقیهم. یعنی این زمره فرقه خوارج قرآن را میخوانند، حدیث را میخوانند، اما از گلوشان نمیگذرد. مقصد که فهم معنا ندارند، سرفهم معانی و روح معنا ندارند. بنابراین اینها تنها پایبند لفظ هستند. حتی لفظ را هم انکار میکنند جاش بیاد. بنابراین انشاءالله پگاه در همه مسجدها مولود شریف خوانده می شود، میلاد با سعادت را جشن گرفته می شود. اشتراک کردن و
استماع کردن قصه های مولودی و درود و صلوات ها گفتن و فیض و برکت ها به این واسطه حاصل کردن را از دست ندهید. بار دیگر به همه شمایان مولود شریف آن حضرت صلی الله علیه و سلم مبارک باشد و صلی الله علی خیر خلقه سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم برحمتك یا ارحم الراحمین.